ادعای فرقه ناجیه. تنها ملت ناجیه یک ملت است و اون ملتی است که به این آیه عمل کرده است و اون ملتی است که رسول خدا فرمود که علیون و شیعته هم الفائزون. علی و شیعیانش اون فرقه ناجیه هستند. این در کتب اهل سنت هست، در کتب شیعه هست. بینندگان گرامی، در حدیثی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از تقسیم شدن این امت به 73 گروه خبر دادند و فرمودند که فرقه ناجیه از بین اینها فقط یکی هست. صحابه پرسیدند که فرقه ناجیه کدام است؟ فرمودند ما انا علیه و اصحابی، آنانی که پیرو من و یاران من هستند. اما آنچه این آخوند بیان می کند، این روایت را امام سیوطی رحمت الله علیه در کتاب الدر المنثور ذکر می کند و شیخ البانی آن را در کتاب سلسله احادیث ضعیفه شماره 4925 جزو احادیث دروغین آورده است، چون در سند این شخصی به نام ابو زبیر است که مدلس است و حدیث را با عنعنه روایت نموده است. جناب حجت الاسلام، ما به صحت این روایت کاری نداریم و قبول داریم که علی و پیروانش گروه نجات یافته و بهشتی هستند. اما آیا پیروی کردن از علی و شیعه وی بودند با ادعا هست یا با عمل؟ اصلا به نظر شما آنهایی که امروز سنگ پیروی از عیسی مسیح را به سینه میزنند پیروان واقعی عیسی علیه السلام هستند؟ آیا یهودیانی که سنگ پیروی از موسی علیه السلام را به سینه میزنند پیروان واقعی موسی علیه السلام هستند؟ شما هم ادعای آنان را قبول ندارید، به خاطر اینکه در اعتقاد و رفتار و عملشان مخالف عیسی و موسی علیهم السلام هستند. در نتیجه خود شما هم وضعیت بهتری ندارید. ادعای محبت و پیروی علی رضی الله تعالی عنه را دارید، اما در اعتقاد و عمل مخالف با ایشان هستید. علی رضی الله تعالی عنه موحد بود و مسلمانان موحد پیرو علی رضی الله تعالی عنه هستند و با او وارد بهشت می شوند. اما کسانی که علی رضی الله تعالی عنه را گاهی شریک الله متعال قرار داده و گاهی دیگر ایشان را فردی شکست خورده و ترسو و بی غیرت جلوه می دهند، محبان و پیروان ایشان به حساب نمی آیند، بلکه دشمنان علی رضی الله تعالی عنه هستند و همان گونه که عیسی مسیح روز قیامت از پیروانش اعلان براءت می کند، علی رضی الله تعالی عنه نیز از چنین کسانی اعلام براءت خواهد کرد. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، و روز قیامت شرک شما را انکار خواهند کرد. پس دوستان و پیروان واقعی علی و اهل بیت کسانی هستند که علی رضی الله تعالی عنه را دوست دارند، او را شجاع و با غیرت می‌دانند و او را با الله متعال شریک قرار نمی‌دهند.